سلام، بنده مهیار نادری هستم. امروز در خدمتتون هستم با یک آموزش دستبند بسیار ساده و این اولین پست یوتیوبی من هستش. امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. خیلی آموزشش ساده است. این آموزش هم میذارم واسه کسایی که دوست دارن تو خونه یه کنار کارشون یه کار دیگه ای داشته باشن یا یه شغل دومی داشته باشن، بتونن به درآمدزایی برسن. امیدوارم که مورد پسندتون واقع بشه. عرضم به حضورتون که وسایل و ابزاری که نیاز داریم برای ساخت یک دستبند خیلی ابتدایی و خیلی ساده و اصلا هم پیچیده نیستش. با من همراه باشین. چیزایی که مد نظرمون هستش، ابزارهایی که میخوایم، یک عدد قیچیه خیلی معمولی واسه برش نخها. 2 عدد نخ داریم به این صورت. حالا هر رنگی که دوست دارین میتونین انتخاب بکنین، بستگی به کارتون داره، سلیقتون داره و اون چیزی که میخواین دیزاین بکنین. یه مقدار مهره داریم، این هم میتونه مروارید باشه یا هر سنگ دیگه ای میتونین استفاده بکنین. این سنگ عقیق برش خورده است من دارم تو این دستبند استفاده میکنم و 2 تا مهره است، 2 تا مهره ساده برش خورده. این 2 تا مهره شیشه هستش و طبیعی نیستش، برش خورده ساده است که برای کوچیک و بزرگ کردن دستبند ازش استفاده میکنم. 1 عدد فندک. این فندک رو من فکر کنم حداقل 12-13 سال رفیق منه، خیلی کار باش ساختم. اولین فندک هم هستش که خریدم، خیلی دوستش دارم. ته صافی هم داره که خیلی به کارم میاد. و در آخرم 1 عدد خطکشه، 1 خطکش ساده. دستبندی که ما میخوایم امروز آموزشش رو ببینیم دستبندی هستش، دستبند زنونه هستش و عرضم به حضورتون که 15 سانت دور مچ هستش. 15 سانت. معمولا خانوم ها مچاشون اونهایی که نرمال هستش، مچ نرمال 15 سانت هستش. آره، به این صورت 1 عدد نخ، حالا هر کدوم که دوست دارین. من حالا دوست دارم این رنگی باشه، واسهتون درست میکنم. 15 سانت طول دستبنده که مهره توش قرار میگیره و 2 برابر اون من نخو میگیرم. میشه چقدر؟ میشه 30. اینم 30. اوکی. و از اینجا برشمو میزنم با قیچی. ته این نخو من گره میزنم، یه گره خیلی ساده، یه گره خیلی ساده به ته این میزنم به این صورت، یه گره خیلی ساده. اوکی، این تا اینجا 15 سانت برای مهره در نظر گرفتم و 30 سانت هم اضافه کاره که در صورتی که نخم به هر علتی که ایراد پیدا کرد، حالا تو نخ کردن سنگ به مشکل خوردم، بتونم از سرش برش بزنم و کمی و کاستی نداشته باشه. این هم سنگمون هستش، میتونید از بازار تهیه بکنید. مدل های مختلف داره، فیروزه داره، مروارید داره، آمیتیس داره دیگه. عرضم به خدمتتون که سنگ های مختلف دیگه، خیلی راحت. یه تعداد از این مهره ها رو من جدا میکنم به این صورت و از سر این نخ این مهره رو داخلش میندازم به این صورت. اگر دیدین با این مشکل مواجه شدین، یعنی نختون این به این صورت شد، اوکی، یعنی داخلش نخواست بره، خیلی راحته با این قیچی به این صورت، به صورت اوریب. اوکی، ببینین نخ سرش چقدر تیز شد. یه برش اوریب بزنین، تو کار پیش میاد. واسه همین میگم نخو اضافه تر بگیریم. ببینین به راحتی این مهره ها داخل این
نخ ما میره. به این صورت ما اینا رو پشت سر هم میندازیم داخل نخ تا اینکه به 14.5 سانت برسه. چرا 14.5 سانت؟ چون نیم سانت هم قفلمون هستش که به صورت با اون بند رنگ زرشکی با ستون اجراش میکنم. اون نیم سانت به خاطر قفلش میذارم. اینا رو صبوری کنید، با دقت و حوصله داخل این بند بندازین. خیلی ساده است، خیلی خیلی مبتدی و آسونه. ببینید اوکی. به همین ترتیب باز من از اینجا سنگ اضافه میکنم، از این مهره ها استفاده میکنم که به اون میزانی که دوست دارم برسه. نکنین تا 15 سانت، تا 15 سانت من جا دارم، ولی نیم سانت هم به خاطر قفلش در نظر میگم، یعنی 14.5 عملا شما باید در نظر داشته باشید. سنگ عقیق بسیار سنگ خوشگل و زیبایی هستش. توی هر دستی باشه چشما رو به خودش جذب میکنه. حالا من آموزش های دیگه هم دارم، این اولین آموزش من هستش. کمی کاستی اگه توش هست ببخشید، سعی میکنم صدمو تو این کار براتون بذارم و شما منو حمایت بکنین با لایک کردن، سابسکرایب کردن. به این صورت مهره ها رو یک به یک میندازیم تا به 14.5 برسه. الان تقریبا به 15 رسیده. خب الان تقریبا 15. من یکیشو اضافهشو در میارم. الان بذارین با خطکش بهتون نشون بدم که 14.5 من اینو گرفتم. بفرمایید اینم 14.5، این 14.5. حالا از اینجا به بعدش خیلی آسونه، هیچ کاری نداره. ما به این صورت مهره ها رو میفرستیم به مرکز. اوکی، به مرکز کار مهره ها رو ما میفرستیم. خب یه دوتا بند داریم اینجا. این قسمت از بند رو یک گره میزنیم، یک گره ساده، یک گره خیلی ساده، ولی اونو ما هدایتش میکنیم به سمت بالای کار. اوکی، همین هول و هوش خوبه، اینقدر بندش اضافه میاد. یک گره ما زدیم. خب طبیعتا این گره اینجا خورده. به این صورت ما یک گره هم اینجا میزنیم، خیلی ساده، ولی باید یه جوری بزنیم که فیکس بشه، شل وای نسته، بندا بینشون فاصله ای وجود نداشته باشه. پس با ظرافت این کار رو انجام میدیم. ته این سنگ رو میگیریم با دوتا انگشتمون، نخو رد میکنیم محکم محکم. اوکی، این گره‌ای که داشتیم و دیگه احتیاجی بهش نداریم، کاتش میکنیم و این نخو از این زیر رد میکنیم به همین سادگی. حالا میفرستیمش به انتهای سنگ به این صورت. اوکی، میفرستیمش انتها به همین سادگی. چقدر خوشگل شد، چقدر قشنگه.
و همین سادگی. حالا 2 تا نخ داریم با یه مقدار سنگ. حالا این 2 تا رو موازی همدیگه قرار میدیم برای اینکه بندش رو درست بکنیم، اون قفلش رو درست بکنیم که کوتاه و بلند بشه. 2 تا نخا رو کنار هم میذارم، نمیدونم میبینین یا نه، به این صورت. حالا من یه مقدارم زوم کردم و از این بند استفاده میکنیم. یه مقدار حالا از این یه برشی میزنیم از این نخی که داریم، از این نخی که داریم یه برشی میزنیم. عرضم به حضورتون برشش مهم نیست، یه مقدار بزنین، حالا 15 سانت 20 سانت بگیرین خوبه، اضافهش هم کات میکنین. 20 سانت 20 سانت من این نخو بریدم، سانتش زیاد مهم نیست. حالا اینجا رو دقت کنین، خیلی مهمه یاد بگیرین، خیلی مهمه، خیلی ساده است. این نخو از زیر این 2 تا رد میکنیم، از زیر این 2 تا، از زیر این 2 تا بالا، اوکی، از زیر این رد میکنیم و یک گره ساده رو ما اینجا میزنیم. نگاه کنین، یک گره ساده، اوکی، به این صورت. یک گره ساده زدم. حالا یه دست راستی رو میارم روی این 2 تا، این دست چپی رو از توی این زاویه‌ای که وجود داره، این 2 تا نخ رو میارم بالا، این 2 تا نخ رو میارم بالا، از این دایره میکشم بیرون. اوکی، ما این گوشه کار رو اگه دقت بکنین یه چیز هستش، یه پل ماننده، نخه قشنگ معلومه گرش سمت چپ افتاده. اوکی، اگر سمت چپ افتاد سری بعدی برعکسش رو انجام میدیم، یعنی دیگه نوبت سمت چپی است که بیاد روی این 2 تا، باز از این و این نخه دوباره از زیر، این تو تصویر میبینین از زیر همه این نخا میاد رد میشه. الان نگاه کنین اون پل یا اون گره‌ای که خدمتتون گفتم افتاد سمت راست. اینو چند بار بعد تکرار بکنین، دوباره مجدد میگم خدمتتون، این میاد روی این 2 تا، این از زیر این 3 تا نخ رد میشه، میارمش بالا، تو تصویر کاملا دارین میبینین. به این صورت گره‌تون رو میزنین. معمولا من 5 تا 6 تا 7 تا میزنم، بستگی به نوع کار داره. خیلی زیادم نباید از این استفاده کنیم چون استحکاک به وجود میاره، بعداً تو طول دراز مدت ممکنه دستبندتون پاره بشه. به این صورت دوباره باز گره میزنم. یه چند بار این کارو بکنین با خیال راحت میتونین دستبندتون رو درست بکنین. فکر کنم کار قشنگی شد. آخر کارم واسهتون حتما عکس و اینا میگیرم. حالا بذارین این قسمت رو ما با هم تمومش بکنیم. یه ذره رفتم اونور، ببخشید. خب همین به همین صورت یه دونه دیگه از اینجا بزنم، یه دونه دیگه هم از اونور، دیگه تمومه. نکنید چه خوشگل میرم میشینه سر جاش. کار فوق‌العاده‌ای هستش دوستان، خیلی راحت خونه میتونین این کار رو انجام بدین.
با یه موزیک خیلی باحال و شاد و قشنگ که امیدوارم همیشه شاد باشین. به این صورت خیلی خوشگل و عالی. حالا نکته ای که هستش، با قیچی این قسمت رو میبریم هر چقدر ظریفتر خوشگلتر و با فندکمون، این فندک میسوزونیم اون نقطه ای که کاتش کردیم و این بره بازارم هم این کار میکنیم. خدمت شما خیلی ساده به این صورت. خب من یه زوم اوت کنم، میبینین دیگه به چه صورت شد. یه زوم اوت کنم که کار کلیشو شما ببینین. به این صورت شد. حالا اگر این دو سر رو من بکشم، این دستبند قشنگمون جمع میشه به این خوشگلی. خیلی هم باحال، خیلی هم خوشگل. هر کسی کادو بدین خوشش میاد. حالا واسه قسمت انتهایی کار عرضم به حضورت با این دوتا مهره. این دوتا مهره هم خیلی ساده است، خیلی ساده. یه ذره دیگه من زوم اوت کنم که یه ذره فضا داشته باشم بهتون آموزش بدم. ببینین معمولا این دوم اینو سلیقه‌ای هستش، ولی من معمولا تا 5 سانت اینو میگیرم دومشو. وقتی که قفلتون بسته است از اینجا تا 5 سانت من معمولا فضا میدم واسه باز و بست شدن کار، خب باز و بسته کردنش. خب ولی شما یه مقدار بلندتر بگیرین چون گره دارین، تا 8 سانت بگیرین، ولی ما میاد روی 5 سانت وای میسه. اون 8 سانت به هر حال میخواین گره بزنین. اون خطاهایی که ممکنه توی کار همون اول ویدیو که دیدین ممکنه واسهتون پیش بیاد، واسه همین همیشه یه مقدار اضافه تر بگیرین که کارتون ریسکی نشه و به مشکل نخورین. خب من اینجا رو کات میزنم. اوکی، اینم همینجور تا 8 سانتشو من یه دونه کاتم بعد یه ذره اوریب بزنین. حالا من اینو اوریب نزدم یکیشو، البته بذارین اوریبش کنم که دیگه اوریب قشنگ نوکش تیز میشه و خیلی هم خوشگل دیده میشه. ببینیم این که میره داخل این. خب حالا اینجا کار رفته داخل این، یه گره میزنیم. یه مقدارم اضافه تر بود اشکال نداره. به این صورت میارینش. من دیگه اینقدر این گره ها رو زدم، میدونم این الان روی تقریبا 5 سانت وای میسته. ناکنه مهره اگه بیاد دقیقا روی 5 سانت وای میسته. حالا شما با تمرین میتونین قشنگ متوجه این موضوع بشین و ته کارم دوباره میسوزونیم. این سوزوندنه خیلی مهمه چون باعث میشه که باز نشه اون گره ای که میزنی. یه گره ساده است ولی با اون حرکتی که میسوزونینش دیگه، چون این نخای مومدار هستش، تو بازارم به عنوان نخای مومدار همه میشناسن. کفاشی ها دارن، جای مختلف میتونید تهیه کنین، خرازی ها دارن. این نخای مومداره. حالا من تو ویدیو بعدیم کار با چرم و اینا رو هم خدمتتون رو یاد میدم، چه شکلی پلاک رو روی چرم بزنین و ترفندهای دیگه‌ای که برای ساخت زیورآلات هستش و خدمتتون کامل آموزش میدم. امیدوارم منو به دوستانتون معرفی بکنین. و اینم نتیجه کار. 2 گیلاس خیلی خوشگل آویزونه به این قشنگی. باز و بست میشه، باز میشه، میتونید تو دستتون بندازین. خیلی هم خوشگل شد. با این دوتا هم دوباره میتونین که ببندینش خیلی راحت به این خوشگلی، به این قشنگی.
امیدوارم که دوستش داشته باشین. حالا من عکس و فیلمم حتما ازش میگیرم. خیلی قشنگ شد، خیلی ساده و قشنگ. دوباره باز و بستش میکنم. چقدر روون باز و بست میشه، خیلی خوشگل. میتونین این وسطش بهتون حالا آموزش میدم، اینجا پلاک طلایی چیزی بهش آویزون کنین. عرضم به حضورتون به هر سلیقه خودتون میتونین اینو دیزاینش بکنین. امیدوارم که از آموزش من لذت کافی رو برده باشین. تا دیدار بعدی، خدا یار و نگهدارتون باشه.